این تئاتر از دل انیمیشن کورالاین بیرون اومده. من کورالاینم، البته که باور نکردنی منحصر به فرد شیک و شجاع. تو این تئاتر کاظم سیاحی خیلی قشنگ بازی کرد و برامون یه آهنگ خیلی قشنگ الناز ملک هم که با سریال زخمه‌کاری حسابی گل کرده بود توی این تئاتر هنرنمایی کرده بود. باید ببرم برای لباس مدرسه بگیرم. اگه پول داری؟ نه پول داری. یه بخش سیرک مانند هم داشت که یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های این تئاتر به حساب می اومد. خلاصه که این تئاتر شامل دکور فوق‌العاده، گیریم‌های خیلی جذاب و کاملا شبیه به انیمیشن اصلی بود. تنها نکته منفی این بود که با اینکه این تئاتر پرفروش‌ترین نمایش در تالار وحدت بود، ولی برای یه اجرای 3 ساعته صندلی‌ها خیلی مخاطب رو اذیت می‌کرد. اما یه تجربه خیلی خفن بود.